یک دو سه امام حسین عمروی 7 ساله در 4 سال تمرین زوری بازو و بدن توان اجرای 11000 مرتبه بالافشاری و یا اجمانی را به دست آورد. مربی و پدرش رجبعلی عمرов تلاش دارد این هنر فوق‌العاده زوری بازوی فرزندش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت و به این ترتیب راه او را در ورزش بزرگ باز کند. امام حسین این ورزشکار هنوز کودک 11000 بار بالافشاری و یا اجمانی را در طول 6 ساعت و 20 دقیقه بدون تنفس انجام داده است. 3 یا 4 مراتب 11000 زدگی من شیشته در پیشش دفتر روشکه حساب کردم. به ادعای پدر این ورزشکار خردسال هنوز کسی مثل پسر او به این تعداد بالافشاری نکرده است. همسایه‌ها نیز استعداد فوق‌العاده بالافشاری امام حسین را نیز تایید می‌کنند. در شاهدی من امام حسین 8000 زیادتر در 4 ساعت 20 دقیقه همون اجمانی کردن. من شاهد هستم. پدر امام حسین در این باره معلومات زیاد جمع آورده است و میگوید تنها یک ورزشکار ژاپنی سال 1980 با اجرای 10000 بالافشاری و یا اجمانی به کتاب رکوردهای گینس شامل شده بود. ما میخواهیم که همه کمیته ورزش یا دیگر کمیته هاش دستگیری کردن که همه فرزندی همه تاجیکستانی ها به کتاب رکورد گینس داخل شود. راهنمایی کنن که چیکار کردن در کار، به کجا مراجعت کردن در کار. رجبعلی به توانایی پسرش مطمئن است. در ضمن از مسئولین کمیته ورزش کشور کمک خواسته به رئیس شهر هم مراجعت کرده است. امام حسین رژه مخصوصی تمرین دارد و روزی او از ساعت 5 صبح آغاز می شود. ساعتهایی که برادر دوگانه و همسالان دیگرش در خواب نازند، او به دویدن مشغول می شود. پدر با ماشین و او پیش ماشین می دود. آخرین رکوردش چند روز قبل در دویدن 14 کیلومتر در طول 2 ساعت بود. من قطعا ماشین کردم یا میوانه کرد که میتونست کم و دیگه نامد نکرد نتونست. من کدن گرفتم و 11000 اجمان کرد. شهرت هنر فوق‌العاده بالافشاری امام حسین در اطراف و حتی مناطق کشور پهن شده است. برخی از ساکنان کنجکاو به حضور امام حسین میآیند و حتی برای مطمئن شدن به هنر فوق‌العاده اش شرط و جایزه میگذارند. همه اکم گفت که بچه من 10000 ارجمانی میزنم. با ما باور نکردیم. بعد یکم گفت که باوری تو نمیاد. ما گفتیم که نه. بعد گفت که من کلیتوی تنگین میمونم. شما یگون چمونه؟ با ما گفتیم نمیزنه خیلی سوز تنگین نمیگیریم بگردیم. بعد ما تلفن را شب اومدیم بگه ما تلفن یک گالاکسی بوده اخیدم بچه دیگه تلفن دیگه در اومدیم خیلی زاد دمی 10200 زد خیلی بچه را گفتیم که زایس بودگانه و خیلی گفتیم که خطا بفرا نکن تلفن را گیری ایس ما گفتم اکی روشنی کردم میرم خونم که تلفن بوی دادیم خیلی دیگه نصر امام حسین کوچک بر عوض تمرین‌های همیشگی وزنین همراه با پدر چنین قوی شده در بالافشاری موفق گردیده است. اما مادر امام حسین میگوید بعضا توان دیدن چنین تمرین‌های سخت فرزندی خردش را ندارد. خودش میخواهد هر یک پدر مادر میبینه که لیاقت فرزندش به چی وابسته های. اینم یک استعداد خدا دادی های. اگر این همگی 7 سال داره خودش که نخواه هیچ وقت نه پدر نه مادر این فرزندش مجبور کرده به یک کار وابسته کرده نمیتونه خواهر جان. چندین مربی تالارهای ورزشی دوشنبه از پدر امام حسین خواستند فرزندشان را زیر تربیه آنها گذارد. اما پدر امام حسین در خانواده یگانه کارگر است و به زحمت مسافرکشی باید روزگار 9 فرزند و همسرش را پیش برد. نفری نیست این ورزشکار کوچک را به تمرین برد و بیارد. از این رو تمرین امام حسین را خود او بر عهده گرفته صبح تا زمان کار رفتن همراه تمرین میکنند. برای تربیت فرزندی ورزشکارش کار در روسیه را 4 سال باز پرتافته است.
ва умед дорад ки рӯзе Эмом Ҳусейн варзишгари ҳирфаӣ ва қаҳрамон мешавад ва самари заҳматҳояш ҷуброн мегардад.